با من یگان دختر به کلوب نمی رفته بوده است. آخر با کدام دختری که خواهم به کلوب شبانه می روم؟ تو مرا کی فکر کردی آخیره؟ حیران می شوم. با من چی؟ با کی به کدام کلوب شبانه که خواهی رفتن گیر؟ رشک ندارم، چرا رشک کنم جانم؟ ای آخر از یگان چیز کم نیستم. او را بین، میگوید که با تو کدام دختر به کلوب می رود؟ آن دختر اول مرا پس می زند، بعدن زبید او را به کلوب شبانه می برد. من از این پس قرار می ایستم ها؟ قرار می ایستم من مگر ها؟ نیکلاس، آن سالها گذشت، در گذشته ماند. دیوانگی نکن. کدام دختر با من به کلوب می رفته است؟ حاضر به تو نشان می دهم. وای وای، مثل روزهای گذشته. من چیکار میکنم حاضر؟ چی گفته ایستادم من؟ به این هم تو پلیس هستی؟ آخر حیران شدم. کنی بیایید بینم. کنی با بیرون برو. سردارمی شما هستید؟ آفرین به شما، آفرین. از پشت شما شده یک جنایتکار از دست رفت. ببخشید سردارم، فکر کردم که ماشین را دزدیدند. تمام، شما روید، من ماشین را به صاحبش میگردانم. روید. همه با ماشین ها می رویم بچه ها. زود بیایید. زود باشه. دخترهایم بیان بوده احوالشان بد. چی شد نفهمید؟ کنی؟ گیرید. من نه، دختر رو باید برید. این دختر حاضر می افتن. بیا آیسا، دستت رو ده. رفتیم. تمام رفتیم جناب دکتر. من هم با شما میروم. نه این خیلی ممکن نیست. جایز نیست رفتن شما. متاسفانه در لیفت جای نیست. یاری تجلی. بله، در یاری تجلی جای نیست. برای همین شما راست با این محبس آید. بیمارخانه حیوان. بخشش بیمارخانه. اگر نویم میشوم. شام بخیر. زود باش. زود باش. بیمارخانه میریم. زود باش. سلام علیک. من مراد. سلام، من اصل. من شیرین. از شناسایی شدم.
اینجا پسند نشد با فکرم. با یگان جای دیگر رویم چی؟ می شود. بیایید می رویم. اندری یک سال شیر رو نامودن که از سالچه روی از سالچه کی باشه شمی برام پیشی که قلچه نیمه شما شوکت ما رو با کجا میبرید؟ یک کلوبی دیوانه ناحیه همو میبرم بله آخر خورسندی حقی ما هم هست همین خیل نه به این هم اکر زبایدم زینب رو با کلوب دعوت میکنند میریم بیا بریم گیم باید که تولدان میفرم رفتیم کی باشه؟ همین مراد نیسته؟ 100% مراد ای از پسم دور نمیشود آخر همراهش دختر نیست به درون در اومده نمیتواند اگر رهگردی شبیه بدبخته ارتیست مرحمت اصلا همکار تو همینجا هستی؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ نمیبینی مگر همراه خانم زینب تنی تنها هستیم؟ ما رو راحت گذار. تو مگر ما رو تعقیب کردی؟ تو چی ها میگویی ها؟ چرا تو رو تعقیب میکردم؟ یا خدایا میرویم استراحت خوب ارتیست بچه ها این ماشین رو از اینجا گیرد که یگان ماشین دیگر میاد راه رو محکم میکند گب نیست که ماشین روبین به شرم روبین دوتا دختر رو گرفته مقابلی من بر اومد دارد جنابی زبید بسیار زیبا میرقصیده اید شما ایوا این جوانی زیبا بسیار خوب میرقصیده است او رو شبگردی بکرگین درستر میشود رشک نکنید لطفاً چرا به تو رشک میکردم؟ جنابی زبید از تو دیده بهتر میرقصد اوه چی خرد کرد؟ مایتن زودتر تو میتم کنی تو بته؟ کنی زبای؟ ما شبی از میکنی سر تو میتم
راستین رقصیدن است. جناب زبید تمام دست بالا سرت بده. انا یاد گرفتی. چی شد همکار؟ تا دادن نمیتوانی؟ مرا تو جای دیگه نفتی اینجا آمدی؟ خودت تا دادن نمیتونی. البته میتوانم همکار. انا این خیل تا بدهم، این خیل تا میدهم. با او سر و کار نگیره جناب زبید. کم دیگر من میرقصم. با تو هم میرقصیم. کنی جنبان؟ خدا لعنت کند آخر. همه دخترها با من رقصیدن میخواهند. دختر باز جناب زبید بیایید با او رقصیدن رو نشان دهیم. بیا زینب بیا ما هم تا دادن سر میکنیم. خودت را اینگاه کوی نمیشود. دختر رقصیدن نتوانی به صحنه نباید بروی. یه لویتی چو انداز بگیر بزد چنگ بده. این دیوانه را ببین. کی را تو دیوانه گفته ایستاده ای؟ با این نگاه کن مرا زدنی است چی؟ نه. چی گپ است اینجا؟ هم گناهگار است و هم زبانش دراز گپ میزند. این میمون کی باشد؟ انا کوچگر دیگرش اومد. کوچگر؟ کوچگر؟ ای دختر تو چی میگویی؟ با دخترهایی که با من هستن هیچ چیز نگو. فهمیدی؟ این خیل باشد با آنها از اینجا رو. بسیار دغل بوده است. بسیار دغل. تو با کی گفته ایستاده ای ها؟ با تو گفته ایستادم. خانم زینب بیا میرم رقصیدن بعد میکنیم. لمبادا هیچ گپی نیست. اهمیت نداره. ما میرویم. در اینجا خیلی دلگیر شدیم. شام بخیر. ایها بخشش ولی ما مسئله رو فهمیدیم. این دختر روز پیشینه تو بوده است. ما بسیار دیدیم این خیلی بحث رو. آخرش به هیچ خوبی انجام نمیدهد. با شما کار نداریم. بای بای. بیشتر این دخترها چی گفته ایستاده نه؟ شما پیش عاشق بده نه؟ این خیلی گپ نیست. خیلی گپ نیست. در یک شهری کلان دیگه اگه کلوبی دیگر نبود که تا با اینجا آمدیم مراد. معلوم نیست مگر که چرا آمده است. من میدونی برای چی اینجا آمدم زبید؟ برای چی آمدی برادرم؟ با اون نشان دهم که خوشم نمی آید. جناب زبید من به دستشویی روم. بس میرم آب میارم دستتو بشو. ناراحت نشوید. گپ نیست. بیا سالک بیا کلیتا بخواب 03 زنگ زدم برا. خوش آمدی سمی. تو رو دیدم. انا ها شوکت اگر زبید تو را با خواهرهایش بیند قورت را میکند. کمیسر تو بوده. کمیسر تنجای دای طرفو. شوکت باز یگان کاری خطای کردی. کمیسر جانم خوب هستی؟ خوبم. زبید در اینجاست بی عقل ها. چی؟ هم در اینجاست؟ زبید است کمیسر؟ ما رو میبینم. کمیسر در کجا است حاضر؟ در کجا است؟ کمیسر خدا از تو راضی باشد. اگر خسرو بچه مرا بینه که میکشه به خدا میکشه. وای پلیس آمد. کمی کم پس میشینیم. آخر من با تو نگفته بودم که بیا اون ماشین رو در پایانتر گذاریم. ای بچه گفتم بود که بیا همین دیسکتک نداریم وای من میتوبا. باز چیکار کردید ها؟ چیکار کردید؟ بگو چیکار کردید؟ آخر کمیسر با تو میگفتم ولی تو هم پلیس هستی که گفتن نمیتوانم. کنی انا آنها. ای برادرم گپت رو فراموش نکن. میگریزیم. رفتیم. روید. کمیسر از برای خدا مرا نجات بده. التماس لطفا یاری بده. شوکت. سلام.
من کمیسر مراد هستم. سردارم این آدم ماشین یاری تجلی را دزدیده است. با ماشین دزدیده با اینجا آمده است. تو چیکار کردن میخوای ها؟ از پشت تو شده یک چند نفر میتواند که مرد. از حادثه خبر دارم. یاری تجلی را من خواستم. در اینجا عملیات داریم. احتمال تیرپرانی هست، برای همین یاری تجلی را آوردن. شوکت رفیقی نزدیکم است. عملیات دوام دارد. شما در چشم ننماید کافی است. حاضر میتوانید روید. سردارم در نزد کلوب باز یک ماشین دزدیده دیگر هم هست. بله، آن هم در داخل عملیات است. وضعیت را من بر دوش دارم. حاضر میتوانید روید. خوب شد، ما میرویم. شوکت، خداوند 7 پشت گذشته رحمت کنه کمیسر. خودت هم رحمت کنه. اگر حاضر خودت نمیشیدی به فکرم که مرا 10 سال محکم میکردن. چرا یاری تجلی را دزدیدی؟ خیلی همه خیلی ده یکی کمک خطا کردم. معذرت میخوام. کمیسر یک چیزی رو پرسم، التماس فکر نکنه که شکایت میکنم. من از شما تماما ناراضی نیستم، اما یه شیرینه، برای چی دایم تو مرا نجات میدی؟ چند بار شد که کلتکلیسی برادر ما به یادم میاری. هر وقتی که در لحظه های ناگوار میافتیدم اما آمده گواراش میکرد. زندگیم شکرخند بود. کاش یک باری دیگه بیایه و خندین کمان شو. برادر جانم، برای خوبی خودت کلتکلیس بودنم را با تو گفتن نمیتوانم. شوکت، حالا هم اینجا هستی. رو. تمام کمیسر، من برام یک خدا خورم. تو را میقپند بی عقل. به این طرف رو. آخیز کاری پامش در این طرف. حالا هم یاری تجلی میگوید. خدا از تو راضی باشد کمیسر. حالی هم در عملیات من دفع شد. شوکت، یک بار اقلا سرت را در بلا نگذار. چرا این دختر را نگاه میکنم؟ چرا با این آدم نگاه دارم؟ یا اینکه او را دوست میدارم، با او عاشق شدم. مگر نه، من تنها یک زن را دوست میداشتم. اینجا تنها برای نشان دادن او آمدم. ولی چرا همیشه او را دیدن میخواهم؟ چرا همیشه با او واخوردن میخواهم؟ چرا این آدم به من زیاد رو به یادم میارد؟ چرا زهرایم را به خاطرم میارد؟ یا اینکه از او خوشم میآید؟ نه، هرگز به تو خیانت نمیکنم زهرا. این دل تنها برای تو میتپد. هیچ یگان زنی در جای تو بوده نمیتواند. همیشه این را بدان. زیا، با تو هرگز خیانت نمیکنم عشقم. اگر دلم برای دیگر نفری تپش کند بدون که اون دل رو با دستانم کنده میپرتویم. جناب زبید، من به خونه رفتم میخواهم. آیو زیرک آمدیم. سرم درد دارد، به خونه میروم. تمام رفتیم. این کمیسر مراد چرا تو رو باز نجات داد؟ معقول شدم. ای کجا میدونم آخی؟ دلش میسوزه یا اردام میکنه؟ من نفهمیدم. وضعیتمون بد شد. برای چی؟ کم ترسیده ایستاده یم. ای چی میترسی؟ سایره میده بنا. سایره میده نه؟ خواهرم چی خیل هستی؟ التماس همی شوخی های بگو. این بچه سایرم سازی خوبی. هجری رو چه خیلی که دوست دیدید همون خیل باز پس می اورید. شده بیاخلی در خونه اون میمون ناچار مونده است. رفته کاری لازم رو کنید. حاضر. بچه چه خیلی حاضر ده سمیشاته میخری. یا خدایا میدونی سایرم محافظه قادر دیوانه. بابای قادر آخر اسمی در این محله همه دیوانه. من چیکار کنم؟ خانم دیوانه، خانه بابای قادره یک بتالون محافظت میکنه. میدونی
در آمدن ما با اونجا غیر امکان است. بخشش ده؟ با شما 1 ساعت وقت میدیم. سایرام جان تو مرا گوش کن. خانه بابای قادر 3 تریلیون آدم محافظت میکنه. ما اونجا چی میدونیم مخی؟ تو مرا بفهم. 59 دقیقه و 55 ثانیه موند. در 55 دقیقه تمام اولاد شب پیش میارم. هجری رو نگرفته نآید. در اینجا منتظر میشوم. گویا که در جنگل باشیم. قادر خوابم نمیبرد. چرا؟ خوراک میکشی آخر من خوراک نمیکشم. چخیل نمیکشی جانم. رو در مهمان خانه خواب کن. ولی زنک جان ولی نیست قادر. خواب دارم آخر من. رو در مهمان خانه خواب کن. این چی خیلی خونه؟ خاموش باش. این یکم بو نداره کو؟ شوکت از هشدارم باز. خیس بدو شو. با خود آمدن ها. 2 1 0. از من هم کنده. این پاج خواست بینای این سمید خورده باشه. کارجان انا آوردیم. سلام علیکم سایرام بیبی. سمی اصلاکی اونجا سنگ دایگون جوش نداره. خوش این هجری در درونش سیمین بلوکه چی؟ میانم کنده. رویش را کشید. این حوزه دادادادن. ای بچه بالای سر هجری کل شده کو؟ این بابای خودی ره کو؟ هجری در کجاست؟ کنی بینیم نیست. ناعهده براها من شما را میکشم. در کجا هستم من؟ کی من رو به اینجا آورد؟ یعنی که حالم در خوابم؟ دختر برای تجهیزات رو آماده کنید. سعد دف شوید جانم کنی برخیز می رویم. کنی برخیز.
التماس برخیز. جانم تو نباید موری. نمون. اجازت نمیدیم که آتش به تو ضرر رساند، چون که نمیخواهم که او دوباره زنده باشد. آماده شدید می رویم. تا تو را به خاک سپاریدنم، اول اون زینب شندی را می کشم. زینب هممون رو میکشن. هجوم کردن، تو اینجا میمونم کار. مایلش هیچ کس نترسد، من اینجا هستم، به شما ضرری نمیرسد. زود به خونه دروید، زود باشه. زودتر باشه. زودتر تیز. بیا دختر. عزمی ملیس نترس، من اینجا هستم. بدنون درو. زینب شده چرا بگو بیایم جوان سردار
شما با اینها سر و کار گیرید. من به جستجوی زینب شالی میروم. زینب! زینب شالی، تو دوست داشته مرا کشتی، اکنون من تو را میکشم. اژدها رو دوست داشته مرا کشته بود، من هم او را کشتم. اگر تو هم مردن خواهی مشکلی نیست. زود با پس باغ میرم، آتش در آنجاست. دلش کار میکنن. کنی زینب زود باش، باید او را به میمانخانه بریم. التماس نبر. التجا میکنم، زود باش. حاضر با نزدیکترین بیمارخانه میرویم. باید باز هم تیستر. کمتری دیگرمون حاضر میرسیم. همکار طاقت کن، حاضر میرسیم. مراد نبر. یک طرف. زودتر باشه مراد، طاقت کن. زودتر باشه. التماس طاقت کن همکار. زود باشید، در حال به جراحی می‌داریم. همش از پشتیمان شد. اگر به مرو چیزی شود چیکار میکنم؟ مراد، با من چنین نکن.
زینب آرام باش. زیق نشو زینب، مراد با خود است. با پا میخیزد. به ما رو ازش میگیرین. زود الکتروشوک رو آماده کنید. سه ساعت قوه دهید. تو جنگاور بودن نمیتوانی. قوه رو زیادتر کنید. جناب دکتر، مراد زنده است؟ جراحی خوب گذشت ولی حالا هم حیاتش زیر خطر است. باید منتظر شویم. او رو دیدم میتوانم؟ حالا بیهوش است، دیدن ممکن نیست. التماس باید او رو بینم. بخشش. جناب دکتر. سردار، یک خبری مهم گرفتیم. وزیر وقتی خبر نیست. دوست داشته اژدها آتش را دستگیر کردند. با جنگاور جنگیدند. یاره‌دار است. حالا باشد بیهوش است. تمام کجا این مهم است؟ در مکانی که جنگاور و آتش جنگیدند، نفری که جنگاور او را بیهوش کرده است میگوید که آتش چهره جنگاور را دیده است. آتش کی بودن جنگاور را میداند سردارم. خدایا التجا میکنم با یاری کن. زیو هم وقتی که مرا یاری میکرد مرده بود. التماس با او چیزی نشود.
همش تموم شد. سلام باهوش اومدی. سازی اخی؟ مسخره خوش اومده. خوبه. خدای شفای کاملش بده. رحمت مراد؟ ایستید کنی چکار میکنه شما ها؟ کنی دانت رو کشو بگی زینب برتوش انا میخوام. نمیبینیم اگر فیلم هدایت رو تماشا دارم. کنی دهانت رو کشو؟ نمیکشایم. کشو آخیر؟ نمیکشایم آخیر گفتم کو. ما رو زیق میکنی تو آخیر. کنی کشو دهانت رو؟ نه زیق شوی شدن گیر نمیکشایم. کنی زود کشو. این چی است آخیر؟ همین را شوربا میگویی؟ آفرین با تو. کنی یک تای دیگر؟ نمیخواهم. ببین اگر این رو خوری از اون شوربای دوست داشتت است کو برایت آماده میکنم. نه پس بخور. بس است آخیر؟ چیکار میکنی؟ مرا مثل کودک کردی آخیر. احوال بیمارم چخیل است؟ یک رب و گپ نوگیر استین. به خدا حیران نشدم. این هات یک روی خودش. همکار کجا شدی تو آخیر؟ مرا از این دختری بیشرم خلاص کن. از صبح به من شوربا داده ایستاده است. نوشکر بنده. خانم زینب شما پروا نکنید، من شوربا این نوشکر رو میخورم. کنی بده شوربا رو به من بده. دهانت رو کشا. همکار یک قاشقچه. بس است آخیر؟ بس است به خدا هر دویتان به خانه‌تان روید. انا ببینید من سلامت شدم، خوب شدم، شفا یافتم. شغاله ببین شغاله. میدوند که زینب او را در این حال تنها نمیگذارد، میخواد که من بیروم. مگر من نمیفهمم؟ هرگز تو را با زینب تنها نمیگذارم. شغال این خیلی نمیشود همکار، ما تو را تنها نمیگذاریم. همین خیلی زینب. شما چی میگوید جناب زبید؟ اگر حیاتم رو نجات نمیداد طاقتی 5 دقیقه این آدم رو نداشتم. اینی تو راست میگوی زینب، این آدم را هیچ کس طاقت ندارد. نه من زیغ برام میشم که همسر آینده این چخیل طاقت میکرده باشد. یعنی میفهمی آخر قهر کنی نوزوکی ارکگی آفرین با اون زن. آخر این آدم رو کی میگیرد؟ هی چی ها گفته ایستاده ای؟ حالا من نمردم، مرا هم خواهشمندان زیاد است. با من دهید من میبرم. با این آدم نگاه کن، عروسی مرا مثل غلام استفاده میبره. خیر همکار، نقل کن که حادثه ها را شنویم. من به بیرون برآمدم. با تو خبر مهم دارم. عروسی اژدها به هوش آمد. چی ها میگویه ها؟ خوب کی بودن جنگاور را فهمیدی؟ نه حالا نفهمیدیم. در کام است، دکتر اجازت نمیدید، اما پگاه میبینیم. یگان راهش را میوبیم. پگاه روزی کلان است.
тамошобинони азиз, охирон хабарро ба сам'i шумо мерасонем. ташкилоти махфии ҷиноятӣ ошкор шуд ва аъзоёнаш дастгир шуданд. хабарҳое ки аз амният гирифта будем ҳамин қадар буд. хабарро шунидӣ? бале. амалиёти номашкилас тамом шуд. ташкилот ошкор шуд ва аъзоёнаш дастгир шуданд. вазифаи ҳозираам чист? дигар вазифае надорем. ин чӣ маъно дорад? ба зани ошиқ шудӣ ва ба қавле ки додӣ наистодӣ. ба ту гуфта будем ки аз он зан дур бош, вале ту моро гӯш накардӣ. ҳаёти худро зери хатар гузоштӣ. дар ҳоли қаҳрамон танҳо барои ватанаш мурдан мехоҳад. аз мушкилӣ баромадӣ. ту дигар қаҳрамон нестӣ, танҳо келас ҳастӣ. ҳама инҳо беҳуда аст. барои мо дар вазифаҳо ёрӣ кардӣ. барои ҳамин иҷозат медиҳем ки зинда бимонӣ. агар хоҳӣ барои хизматҳое ки ба мо кардӣ барои то дар хориҷа ҳаёти нав тақдим кунем. не, намехоҳам. пеш аз оне ки туро аз барнома барорам мехоҳам ки охирин вазифаатро иҷро кунӣ. чӣ ҳаст? ҷанговарро меёбӣ. ҷанговар? зане ки туро парон медонад ҷанговар кист. вақте ки ба ӯ шояд пеш аз комиссар зубайд ту бифаҳм ки ҷанговар ки аст. шахсияти ҷанговарро танҳо мо бояд донем. ин маълумотро чаро аз ман мехоҳед? бо ӯ кор кардан мехоҳем. дигар савол надеҳ. рафта ки будани ҷанговарро бифаҳм. мурод, захмат дард мекунад ки хобат набурд? вай, каме дард кард баданам. бедор шудам. ба назди духтур рафтан лозим буд. биё меравем. пагоҳ шахсиятам маълум мешавад. аз ёру дӯстонам дур мемонам. ҳамааш маълум шуд. ҳиҷрӣ, ту ҳам хоб накардӣ? чӣ шудааст ба ту? бисёр ғамгин менамоӣ. ист тахмин кунам, ту дар фикри тӯҳфаи рӯзи зодрӯзи ман ҳастӣ хеле? дуруст гуфтам? ани қами хел аст. мурод? зайнаб? ба куҷо рафта бошад? ё ин ки не. خیلی امکان است. شما این کارو چه خیلی با من کردید؟ حیاتت سوخت مراد. کپت دود کرد بدبخت. وزی با می بولیش میکشمد. به آخر من چند با ترا گفتم که من زینب میگیرم. با می کردن نسبتی ما کرد یا؟ جناب زوبید شما چیکار میکنید؟ یک کوری نمیبینی مراد کشته استم. من اجازت نمیدم که شوهرم رو بکشی. شوهرم گفتی؟ زینش با کی خونه دور شده؟
همکار گفتنی بودم ولی وقت نشد آخر. زنک تا بگی از اون بکشم. ایستید. مردی. جناب زوبید آخر دخترم اون رو بدور میکنید. کودک چه خیلی کودک. زینب کودک رو کی تولید کردی؟ وای ما هم نفهمیدیم آخر، یعنی سورپریز شد. همه خیلی نه؟ آجا مکشمو خوردم. ای البته جناب آخر بیا با اینجا دختری من. بیا جانکی من از سالی مادر. بیا جانی من. جانی من بیا. همش دروغه. خوابم نبرد. نبیرم در کجاست؟ من جاتم بابا. پدر تو کی هستی؟ این بدبخت بایم زوبای. احمق تو اینجا. احمق اینجا چیکار میکنی؟ تو احمق تو چیکار میکنی؟ احمق تو عزمی نده که کشتی. عزمی نزن. دیوانه مرا نزن. نزن مرا. خواب بود است که چه خیلی خواب بیماری بود است. خیر کجا هستن اینا؟ دیدی باز نیستن. خواب بود است. در کجا میگردین؟ برای زخم بندی رفته بودیم. فهمو من اینجا خوابم برده است. کمی گردنم در کرد. چیکار کنم؟ گریخته روم از این جای ها؟ نه گریختم با من نمیزیبد. هم یارو دوستانم را در نیمی راه نمیگذارم. اما دیر یا زود هم آشکار می شود. بهترش پیش از آتش به نزد مراد رفته با سری بلند گویم که من جنگاور هستم. عشقم التماس مرا تنها نگذار. نرو مراد. التماس نرو. مراد اینجا هستم شد نمیروم. در نزدم باش. التماس نرو. نمیروم. التماس نرو. مراد بیدار شو. التماس تنها نگذار. اینجا هستم مراد. التماس نرو. نه بیدار شو مراد. نه بیدار شو. بیدار شو. نه مراد. مراد. نه مراد. نه مراد. مراد بیدار شو. نه